کمیته اتوی فوق‌العاده با استناد به اگنتی هواشناسی کشور به شهروندان و مهمانان مملکت اطلاع می‌دهد که روزهای 24 و 25 مای سال 2024 در جمهوری باران‌های پرشدت و رعد و برق و ژوله پیش بینی شده است. در این روزها شمال با شدت 15 متر ثانیه، در بعضی نویه‌ها با شدت 18 متر ثانیه خواهد وزید. چنانچه در حدود ولایت ختلان روزهای 24 و 25 مای و شب 26 مای باران شدید میگیرد و احتمال رعد و برق وجود دارد. باد سمت غرب با سرعت 8 متر ثانیه و در نواحی جداگانه به شدت 15 متر ثانیه خواهد وزید. در ولایت سوخت نیز روزهای 24 و 25 مای باران و رعد و برق در نظر داشته شده است. در نویه‌های کوهی و نزد کوهی ژوله و رعد و برق پیش بینی می شود. در یک قطار نویه‌های توبه جمهوری روز 26 مای سال 2024 آب و هوای بارانی، ژوله و رعد و برق پیشگویی کرده می شود. روزهای 24 و 25 مای باشد این بارش ها شدت خواهند گرفت. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان روزهای 24 و 25 مای باران میبارد و شبانه در بلندی‌های بیش از 3000 متر از سطح بر بارشات برف احتمال دارد. در رابطه با این کمیته با مقصد پیشگیری صدمه‌های مربوط به عاقبت‌های احتمالی شرایط آب و هوا بار دیگر به اداره‌های متصدی و اهالی مراجعت نموده خواهش می‌کند که جهت پیشگیری عاقبت‌های آمدن سیل، کانال‌ها، سیل راه‌ها را تازه کنند. از والدان خواهش کرده می شود که فرزندان نابالغشان را به نظارت نگذارند، آنها را به مایه‌داری و چروچرانی و غنچین گیاهای شفابخش نفرستند. در حال روبرو شدن با این یا آن حالت فوق‌العاده ساکنان می توانند به تلفن‌های 112 زنگ زنند و کمک خواهند.